کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات در روزهای استراحت سه سیاحی را که در کوههای دره ورزاب در مانده بودند نجات دادند. بنا به اطلاع این نهاد 25 سپتامبر سال 2022 سه سیاح در موضع ورزاب خلای نویه ورزاب در کوه در ماندند و یکی آنها از بلندی افتاده جراحت هم برداشته است. در این باره به قسم نوبرداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده یک زن ساکن دوشنبه زنگ زده خبر داده است. او گفته است از دچار مشکل شدن سیاحان از صحبت تلفنی با آنها خبردار شده است. کمیته گفت با دریافت این خبر گروه نجات بخش کوهنورد ریاست خدمات مخصوص جستجویی و نجاتی این نهاد بلافاصله به جای حادثه سفربر کرده شدند. نجات بخشان مکان درماندن سیاحان را معین و با آنها تماس صدایی برقرار کردند. شام امان روز به نجات بخشان میسر شد که یکی از سیاحان را از کوه پایین فرارند و به دوشنبه بفرستند، ولی به دلیل فرار رسیدن تاریکی ادامه عملیات نجات به صبح روز دیگر مانده شد. نجات بخشان نیز آن شب همراه سیاحان در کوه ایستادند. برابر رسیدن صبح 26 سپتامبر ساعت 0:53 نجات بخشان عملیات نجات دو سیاح باقی مانده را ادامه داده هر دو را با کمک تجهیزات مخصوص فنی پایین فرآوردند و سیاح مجروح را به بیمارستان نویه ورزاب انتقال دادند. اما کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در اطلاعش درباره از کدام کشور بودن سیاحان در کوههای ورزاب در مانده معلوماتی نداده است.